المملكة العربية السعودية، الشعب الطاجيكي في قلبك. مردم عربستان سعودی و مردم تاجیکستان جای اونها در دلهای ما هست. والعام الماضي أرسلنا برضو كمية من المواد الغذائية إلى الشعب الطاجيكي قبل شهر رمضان. همچنین ما سال گذشته برای مردم تاجیکستان یک مقدار از مواد خوراکی را برای مردم تاجیکستان فرستاده بودیم. والآن احنا أرسلنا هذه المواد، أرسلت حكومة المملكة هذه المواد الغذائية برضو قبل شهر رمضان. و این سال جدید پیش از رسیدن ماه شریف رمضان ما مواد غذایی را برای تاجیکستان فرستادیم. جایگری عربستان سعودی. رافق هذه الشحنة مسؤول كبير في وزارة المالية الأستاذ إبراهيم الدرويش. جناب ابراهیم درویش یکی از مقامات برنامه‌های وزارت مالیه عربستان سعودی به حضور آمده. المواد الغذائية عبارة عن ما يحتاجه الشعب الطاجيكي لمعرفتنا احنا ما هي الأطعمة التي يأكلها، وأتينا بنفس الطعام الذي يفضله الشعب الطاجيكي. در ضمن مواد خوراکی که اینجا عربستان سعودی فرستاده است، آن مواد غذاخوری می باشد که مردم تاجیکستان به آن نیاز دارند. ما از روی همین برای مردم این مواد غذایی را فرستادیم. نقدر نعطي نبذة عن المواد. فعلا ما برای شما نمونه‌های آن را نشان می‌دهیم. أفضل أنواع المواد الغذائية في المملكة. یعنی نمونه‌های بهترین